اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمد و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرده و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدن ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم، اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش‌آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد الضیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوان مردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه و حماس شده و همچنان نقش‌آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داره.